تابستون سال 2005 هواشناسا شروع کردن به ردیابی آشفتگی‌های جویی توی منطقه. اول فکر می‌کردن طوفانی قراره به وجود بیاد و به فلوریدا بره. اما عصر روز جمعه همه چیز تغییر کرد. کاترینا یه دفعه مسیرش رو عوض میکنه و مستقیم به سمت نیواورلان میاد. خیلی‌ها تا لحظه آخر نمی‌دونستن چه خطری تو راهه و براش آماده نبودن. روایت خانومی از کاترینا اینجوریه که میگه خودم و خانواده‌ام شب قبل از طوفان ماشین رو پر کردیم و به سمت سنت فرانسیسویل، یه شهر تو شمال آمریکا حرکت کردیم. راستش من اصلا دلم نمیخواست برم، ولی حالا که فکرشو میکنم خدا رو شکر میکنم که خودم و خانواده‌ام در امانی. 29 اوت سال 2005 روزی که نیواورلان برای همیشه تغییر کرد. طوفان اول به شهر کریستین توی 100 کیلومتری شرق نیواورلان رسید و بعد از کنار شهر گذشت. به نظر می‌رسید شهر اصلی در امانه و توی منطقه فرانسوی شهر کافه‌ها و مغازه‌ها هنوز به مشتریاشون سرویس میدادن. ولی یه روز بعد موج‌های عظیم اقیانوسی اومد. همونجور که گفتم نیواورلان شهر بندریه. این موج‌ها مثل آبشار غول‌پیکر به خاکریز شهر برخورد کردن و 30 بخش از خاکریزها فرو ریخت. بدترینشون توی منطقه 9 بود. آب به سرعت به محله‌ها سرازیر شد. توی ساختمان‌های اداری آب تا 4.5 تا 6 متر بالا رفت و بعد توی ارتفاع 240 سانتی ثابت شد. یه نکته عجیب در مورد خاکریزها این بود که خاکریزهایی که قرار بود جلوی آبو بگیرن تا به شهر آسیب نزنه، حالا نمیذاشتن آب از شهر خارج بشه. انگار شهر به دست محافظین خودش داشت خفه میشد و توی تله گیر کرده بود. دولت خیلی دیر به داد مردم رسید. تو 60 تا 72 ساعت اول پلیس و آتش نشانی نیواورلان کاملا تنها بود. اما کم کم امدادگرا از سراسر آمریکا اومدن. آتش نشانی های نیویورک که تجربه 11 سپتامبر رو داشتن جز اولین گروه امدادی بودن. این گروه به صورت خودجوش اومده بود. یه داستان جالب هم از یه قایقران فلوریدایی هست که 22 ساعت رانندگی کرده تا برسه به نیواورلان و کمک کنه به تخلیه مردم. حتی مردم عادی هم دست به کار شدن. بعضیا با قهوه و ساندویچ به نجات یافته‌ها کمک می‌کردن. در ژانویه 2006 به نیواورلان بازگشتن، بسیاری از خونه‌ها هنوز مقداری آب داشتن. لوله کشی شهری قطع بود، لوله‌ها شکسته بودن، همه چیز در هم ریخته و کثیف بود. ترک خوردگی و پوسیدگی همه جا دیده میشد. محیط پر گلولای بود. هر چیزی که در ارتفاع 2 متر بالا قرار داشت از آسیب در امان مونده بود و حدود 80% شهر هم زیر آب رفته بود. انقدر خونه‌ها کثیف بودن و پر کپک و آب و گل بودن که مردم به جای تمیز کردن تصمیم به تخریب خونه‌ها گرفتن. البته زیرساخت خونه‌ها هم تخریب شده بود. میرسیم به سوال اصلی این ویدیو. چرا این فاجعه رخ داد؟ خود طوفان فقط یه بخش کوچیکی از ماجرا بود. مشکل اصلی اشتباهات مهندسی بود. محققان میگن موج 4.5 متری که وارد دریاچه پونچارترین میشه، کانال‌های خروجی آب رو به ورودی آب تبدیل میکنه و دیوارهای تقویت کننده که بعد مهندسی شده بودن همه فرو میریزن و بعد این اتفاق آب به سمت مناطق پست‌تر هجوم میبره. میرسیم به مشکل دوم، یعنی خروجی رودخونه میسیسیپی که به عنوان میانبری بین کانال صنعتی، دریاچه و خلیج مکزیکه. مشکل هم دقیقاً همینه که به خلیج مکزیک متصله. وقتی موج بزرگ اومد، آب وارد شهر میشه و بدتر این که نیروش در یک جهت متمرکز شد و آب وارد کانال صنعتی میشه و دیوارهای محافظ رو میشکنه و منطقه 9 زیر آب میره. میرسیم به معمار فاجعه، یعنی واحد مهندسی ارتش که از سال 1879 مسئول ساخت خاکریزا بودن. اونا تو این مدت 1600 کیلومتر خاکریز ساخته بودن که حدود 40 سال طول میکشه. ولی برای کم کردن هزینه‌هاشون ارتفاع خاکریزا رو از 13.5 متر به 4.5 متر کم کردن. تو خیلی از جاها مثل منطقه 9 خاکریزها نه عمق کافی رو داشتن نه استحکام لازم. ولی جالب اینجاست که به خاطر قانون کنترل سیل در سال 1928 واحد مهندسی ارتش هیچ وقت محکوم نمیشه.
بعد از این فاجعه نیوورلان شروع به بازسازی کرد. مهندسا درسشون رو خوب یاد گرفت و کانال‌های خروجی آب حالا دروازه‌های بزرگی دارن که موقع طوفان بسته میشه. دور دریاچه برن هم یه دیوار عظیم ساختن تا جلوی موجا رو بگیره. خاکریزهای جدید هم به طوری طراحی شدن تا 500 سال در برابر جریان تند آب مقاومت کنن و نیوورلان امروزه داره نفس دوباره میکشه. ممنون که این اپیزودو با ما همراه بودین و اینو بدونین که داستان کاترینا فقط یه فاجعه طبیعی نبود، بلکه داستان استقامت، اشتباهات انسانی و تلاش برای بازسازی بود. اگه نظری دارین حتما تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین و تا اپیزود دیگه مراقب خودتون باشین.